سری سال مایده بود. ای خونه برآمدم رایون میرفتم. دو زنک شیشتگی دلا به آب سطلوش قطعی. من رایون آمدم. 2 ساعت گشتم. با کینو در آمدم. ای کینو برآمدم. دوری حکومت سویتی بود. حاضر. رفتم گشتم خونه رفتم. موبایل 8 ساعت گذشت. هم بود 2 زنک دلا به آب گپ میزدن. من گفتم اپات دیگه من زن نمیگیرم. خیلی زن باشه شما تو مردن کش نگیره. حاضر نه زنکا بیچارات خیلی گپ زدن. حاضر مجبورند از زندگیشو خیلی زندگی را پیش بریم. ایگجا بیایم چیز بیایم. ایگجا سوم بیایم. شواراشو در آسیا یا خیلیش هم نمیده. حاضر نه زمانه نمینه. ها بسیارتر درباره دخترای یا جوان گپ میزنن. غیبت چون میکنن، مثال لباسای بیزه میپوشن و یا را طعنه میکنن. زنکای لبیا فقط کارشون غیبت کنیه. آخرین بار درباره چی گپ زدگی هستن که شما شنیدید؟ ما درباره زنکا گپ زدگیان که زنکا را بسیار تعریف میکنن و مردکای بیچاره را فقط پس میزنن. های زنکای لبیا گفتم را در نظر داریم که میشینن کنوکای غیر میچکن فقط غیبت میکنن. هستن خیلی. خلاص در کور شاید در پیش پادیزدو هم میبینیم چیزو را ما شیشتگیان برآمده نمیتونیم پس تیان اشتگیان اسم بگذاری سلام علیکم سلام بزار میشه سلام دیگره. من فکر میکنم که همه خبرهای بهترین از زنکای لبیا شنیدن ممکن است. آنها نه تنها گپای دروغ میگن، نه تنها بافته میگن، نه تنها تهمت میکنن. هست بعضی حالتایی که از دل خودشون فانتزیاشون میبافند. لیکن بسیاری حالتها آنها اویله های کارگرای حقوق هستند، قانون هستند، در اویله هاشون میشنوند. برآمده با دوست دوگانه های خود در لب آب حکایت میکنند. برای همین ما اینفورماسیون های اولی که میشنویم، یعنی خبرهای اولی که میشنویم فقط از آنها میشنویم و بسیاری آنها را به طرز تلویزیون تماشا میکنیم که حقیقت هم این بوده است. ما زنکی خدمه لبیا او روی میکنم میروا سطل پر میکنه تیز میبیویا. این زنک نرمالی او پرکت اومد. خب انا در سر او 4 تا زنک میشینه سطلو دادشون او پر میکنن میمونن. بعد میشینن چخ کده اما لاقیان اوایویان. فهمیدی او زنک را در خونه مردکش در نداره. فهمیدی بعد همونجا وقتشون میکشن لبیو انا زنک لبیو اموان همسایه را سودید میکنن. همسایه چی آورد چی برد خیلی ماشین خطی اومد. فهمیدی؟ روین نه؟ همسایه چی میخره همسایه چی میبره. زنکای لب آب گفته در شهر ما میتونیم بگیم که زنکای پیش تنور. برای چه زنکای پیش تنور ما میتونیم گپ بزنیم؟ برای وقتی یک نفر نگاه میکنن که در تنور دودی همون برای نونپزیش دودی همون تنورش میبرویه، دیگه زنکای غیبتی جمع شدن و سر میکنن به غیبت کردن. چی را غیبت میکنن؟ برای و با فکر من زیاد فرق نمیکنه چی را غیبت میکنه، درباره چی غیبت میروه. کسی که میگذاره که نمیدونم همسایه که وایو کتی خوش نیسته میتونن همون را غیبت کنن. В основном чем они большой ёж, чем میکنن زندگیشون обсуждать میکنن، чем занимаются, проблемой خودشون бытовой газ قیمت شد، продукты قیمت شد، وای قیمت، وای проблема دارد، اینش проблема دارد، همش общее обсуждение میغلطد، і همش گام میزنن. چرخ قدم میشنن.